با سلامی دوباره بیننده های عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 14 اکتبر است. در برنامه این موضوع ها را داریم. اسیران سابق اوکراینی در منطقه های آزاد شده از دهشت تجاوزگران قصه میکنند. فرمان میدادند برقصیم، رقص نکردم و پایم تیر زدند. حق با کیست؟ بحث اداره برق با یک صاحبکار و بی‌برقی کارخانه مهمی را در کلاب در حال نابودی قرار داده است. اگر برق به ما ندهند، همین حسیب‌های ما زیاده است، 3.5 تن همش ویران شده می‌رود. و با وجود وعده مقامات، لیمیت یا محدودیت برق در تاجیکستان مالی تعریف نشد. ساکنان دوشنبه درباره سبب‌های آن چی میگویند؟ در حالی که حمله‌های روسیه به اوکراین ادامه دارد، مقامات اوکراین خبر دادند که در یک ماه اخیر بیش از 600 محله اهالینشین اشغال شده را از نیروهای روسیه بازپس گرفتند. مقامات این کشور میگویند در 10 محله شهری آزاد شده ایزیوم اتاق‌های را پیدا کردند که نیروهای روسیه در آنها ساکنان عادی و سربازان اوکراینی را عذاب و شکنجه میدادند. اسیران سابقی که در این شکنجهگاه‌ها بودند از لطوکوب‌های بیرحمانه اذیت با نیروی برق و سیگارهای نیم سوخته نقل میکنند. گزارش را در این باره همکارم کیومر سیاتو تقدیم میکند. میکالا مسیاکین یکی از سربازان است که ماه اپریل هنگام اشغال شهر به دست نیروهای روسیه افتاده است. به سرم خلطه کشیدند. در اینجا به نیروی برق میماندند، در آنجا میزدند. میکالا مسیاکین میگوید که او را در همین شفاخانه متروک نیمه ویرانه عذاب دادند. Подвешивали на что-то, я не знаю, наручники. Висел на наручниках, били палками. از دستانم باز اولانه آویختند و با چوب زدند. با مشت و لگد با چوب میزدند. با سیگار و گوگردی سوخته بدنم را میسوزاندند. آثارش هست. تیر میانداختند. فرمان میدادند برقصیم. رقص نکردم و پایم تیر زدند. Не танцевал. Расстреляли ногу. ماه سپتامبر وقت ایزیوم را آزاد کردند، از یک گوری دست جمعی 440 جسد یافتند. دستان بعضی در پشت بسته و استخوان‌هایشان شکسته بود. مقامات اوکراین میگویند که در شهر ایزیوم 10 شکنجهگاه پیدا کردند. هر روز خویشاوندان یکی پیش ما میآیند و میگویند که یا رفیقشان یا اعضای عائله‌شان را سربازان روس شکنجه کردند. سرباز اوکراینی اندری کوتسر را نیروهای روسیه وقت اشغال شهر ایزیوم اسیر گرفتند. هیچگاه برویم نمی زدند. به گرده و جگر می زدند. به ستون محرم بسیار سخت می زدند. سعی می کردند که داغ و آثار ضربه نماند. نمیدانم چرا. کوتسر میگوید که او را رها کردند ولی به تکرار بازداشت میکردند و عذاب و شکنجه میدادند و در نهایت به کلیسا پناه برد. در این مکان من آرامش یافتم. راهبان به من امکان دادند زنده بمانم. اگر آنها نبودند شاید من زنده نبودم. آنها مرا نجات دادند. اندری کوتسر حالا با راهبان کار و زندگی و از این راه داغ‌های جسم و روانش را معالجه می‌کند. آنگونه که می‌دانید در تاجیکستان محاکمه چند خبرنگار از جمله دلیری امامعلی ادامه دارد و پیشتر از این همکاری او عبدالله غربتی جزای سخت گرفت و به بیشتر از 7 سال زندان محکوم شد. همکاران ما در برنامه گپی آزاد این هفته همین موضوع را با حامیان حقوق در میان گذاشتند و درباره آن پرسیدند که چرا مقامات خبرنگاران را چنین جزاهای سخت می‌دهند و هدفشان از زندانی کردن آنها چی است؟ پاره از برنامه را همراه می‌بینیم. اگر مقامات نظر شما را میپرسیدند که با این خبرنگاران بازداشت شده چه کار کنیم و تفسیر شما را میخواستم بفهمند چی میگفتید جناب قرشبویی؟
من تقاضا میکردم که این مرافع ها اگر در مرحله اول چندی از آنها علاقه در پس درهای پشته انجام می‌یابند، باید آزاد با اشتراک جامعه شهروندی، با اشتراک ناظران بین المللی و با اشتراک کارشناسان و روزنامه‌نگاران صورت گیرد. و چیز دیگری که من میخواستم از مقامات تقاضا کنم، آنها باید برای گفتگو با جامعه روزنامه‌نگاری، برای گفتگو با فعالان اجتماعی آماده باشند. متاسفانه امروز چنین گفتگویی که به هر دو جانب سودمند است به نظر نمی رسد. تشکر. جناب آدینایف، مرحمت شما. ببینید اکای میرزانبی، حکومت تاجیکستان علاقه با اون آماده رسیده است که دیگر کسی رو گوش نمیکند، نه اینکه ما رو گوش نمیکند. من حتی فرض اینم کردن میتونم، چون دیدبان حقوق بشر برای آزادی عبدالله غربتی علاقه درخواست کرد که او رو آزاد کنن، گوش نکردن. خب این به چی میاد؟ اگر یکی از شما پرسیدن، شما چی توصیه میدید؟ اگر یکی پرسیدن از شما چیزی نیست، فقط یک تفتیشات آزاد آشکار. اما پیشنهاد آزاد شدن اونها رو نمیکردید شما که از محبس آزاد شد؟ وقتی که نمیدونم یک سازمان بین المللی میگه که اونها رو آزاد کنید، اونها آزاد نمیکنن، گپی فرهاد دودینایف گوش میکنن، یک مخالف سیاسی که پناهنده سیاسی در اروپا است. اگر یکی به شما تکیه کردن، باور کردن، اعتماد کردن، کی؟ مقامات تاجیکستان، مقامات سعودی، که شما چی توصیه؟ در تاجیکستان گوش شنونده مانده است. شما باور دارید که در تاجیکستان، در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنن؟ یک نفر است؟ من تا حال نمیبینم کسی رو. بیننده گرامی، برنامه گپی آزاد ساعت 11 به وقت دوشنبه در وبسایت azadi.org و ساعت 13 در کانال آزادی ویدیو و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک نشر می شود. اگر در مسکو هستید، پس ساعت 15 به وقت آنجا برنامه را در یوتیوب منتظر باشید. حالا ما برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. یک کارخانه استحصال محصولات گوشتی در کولوب که 4 ماه باز بی‌برق است، برای ضرری رسیده و ویران شدن محصولاتش از بالای شبکه‌های برق به پرزیدنت شکایت برده است. رهبریت برق برعکس مالکان این کارخانه را به برق دزدی متهم می‌کند. بحث این دو اداره و در پی قطع برق از کار ماندن کارخانه صنعتی در کولوب در حالی است که مقامات منطقه می‌گویند امسال به صاحبکاران امتیازها پیشنهاد شده است. گزارش محمود جان رحمتزاده را در این باره همراه می‌بینیم. این آگهی 4 ماه می شود در درآمدگاه کارخانه صنعتی نصب شده است. تا 4 ماه پیش یکی از کارخانه‌های فعال کولوب به حساب می‌رفت. خوراک‌های گوشتی استحصال می‌کرد و از ولایت سوخت تا شهر دوشنبه مشتری داشت. حالا این کارخانه فعال نیست. شبکه‌های برق قوه برق این شرکت را خاموش کرده است. رهبریت برق مالکان کارخانه را در دزدی برق متهم می‌کنند. این مشتری را با تمام مواد و دلایل به پروکراتور گنرالی پیشنهاد کردند و به پروکراتور منطقه هم پیشنهاد کردند طریق رسمی و تفتیشات نشان میده که گناهگار هست یا نیست. یعنی کاربری رفته است، حوزه خاموش کنیش ضرورت پیدا شد از طرف ساختار بالایی ما، مقصد با ما وای شد. اما رهبریت کارخانه آریان رستم دزدی برق را رد کرد. آنها از بالای شبکه‌های برق تا دستگاه پرزیدنت شکایت برده اند. معاون رئیس ولایت ختلان در پاسخ گفته است که کارخانه آریان رستم در بالای شبکه‌های برق 662 سامانه پول دارد. او در دوام پاسخ رهبریت کارخانه را توصیه داده است که به دادگاه مراجعت کند. در کارخانه آریان رستم تا روز فعال بودن 36 نفر کار میکرد. برق‌های ما رو خاموش کردن و اگر برق به ما ندیدن، همین حسیب‌های ما زیاده از 3.5 تن همش ویران شده می‌رود. حکومت شهر کولوب سال 2022 را سال رشد صنعت اعلان کرده است. در سالی که برخی کارخانه‌ها از رشد کردن باز مانده اند، ولی در شهرداری از زمینه‌های مساعد صنعت کنانی میگویند.
همچنین ما اقدام گرفتیم که در شهر کلوب سال 2022 رو سال رشد صنعت اعلام کنیم. خب بعد تذکر داد باید تذکر داد که برای تامین رشد صنعت زمینه‌های مساعد داریم. президент дар як паёмаш соли 2022 ва 2026-ро дар тоҷикистон рушди саноат эълон кард. ӯ зимни як мулоқоташ бо роҳбарони шаҳру навоҳии вилояти хатлон аз онҳо интиқод карда буд. ҳолон ки дар вақти таъйин кардани ҳар кадоми шумо роҳбарои шаҳру ноё ман таъкид карда будам. наметавонед имрӯз ҷорахӯрӣ кунед. проблемаи кадрӣ нест. این نشانه آن است که با صاحبکاران سر کار نداریم، مناسبت نمی‌کنیم. نه اینکه با صاحبکارای وطنی و خارجی. ҳарчанд дар клуб аз рушди саноат ҳарф мезананд, бархе аз соҳибкорон мегӯянд ки ҳукумати маҳаллӣ дар амал чизе намекунад. амале ки бояд аз фаъол кардани корхонаи Орион Рустам оғоз мешуд. баҳсу ҷанҷол бар сари барқ дар хатлон дар ҳоле аст ки ҳоло мардуми зиёд аз минтақаҳои кишвар аз ҷорӣ шудани лимити барқ нороҳатанд. 2 рӯз пеш ширкати барқи тоҷик маҳдудият ё лимити нирӯи барқро расман тасдиқ кард ва далели онро камобӣ номид. моҳи январи соли 2017 мақомоти энержии тоҷикистон эълон карда буданд ки аз ин ба баъд ҷорӣ кардани маҳдудияти барқ дар кишвар моли таърих мешавад. аммо шикоятҳои сокинон аз бебарқӣ ва изҳороти ахири барқи тоҷик нишон дод ки ин мушкил ҳанӯз ҳам ҳаст. хабарнигорони радиои озодӣ дар ин бора бо сокинони Душанбе суҳбат доштанд. من کم تلویزیون تماشا کردم میگه برای کم آبی میگه سال گرم آمده میگه یک خوابی آب شده میگه کم آبیش نیست. های که اینم ممکنه. من در سال 2002 یک گزیده خواندگی بودم، گزیده روسی را خواندگی بودم. نوشته که 2224 آبهای تهران خاک بشه. من همین نظر خودم میگم ممکن است که کم آبی باشه داخل. میگه وقت میکشتم، وقت نشد. خود یک هفته شد میتونم سویت میتونم. سبب نمیدونی؟ نه سبب شما نفهمیدم. گو وقت میکشم، گو وقت گیرون میشه. هست سوید مورد پس یعنی هست؟ شگری خدا. خراجات برق زیاد اینه دومی نو ساخته است یا نه ما این خراجات است. نمید موندگان ایسوبی مساخت آینده اینه زمستان اومده است برای همون زمستان سال چیکار شد. زمستان خوشو بگذره و کنه ایسوبی همین لیمیت موندگان. یکی خد دزدی و یکی هست مو دا نوعیونایی. مو مثال کنوی برق باید بکنم بیام. چرا او ضروری دوشنبه کردیم او شکم وای ممکن همون وای سرشویش او ممکن هم که باشه دیگه برام که ادوزایی همه وقت بود میدوزیدن وقتی سروز به هم میدوزیدن حاضرم من نمیدونم من مشتاقی جای باید 46 بار هست همه روز اینجا نمیدونم خیلی اکنون رادیو بفهمم ممکن است دزدی باشه ممکن که غیر صفاکاری باشه خیلی از خود انسان چه کنه همین زیادتی سو حرامه خود این صفاکاری چه کنه назари сокинони Душанберо дар бораи сабабҳои маҳдудияти барқ шунидед. бинандаи азиз, шумо ҳам метавонед дар ин бора дар сафҳаҳои озодии фикру андешаҳои худро нависед. барномаро бо як хабар аз Қирғизистон ба поён мебарем. дар шаҳри Бишкек рӯзи 14 октябр барои ҳимоят аз расонаҳои мустақил ва озодии баён раҳпаймоӣ баргузор шуд. бештар аз 100 кас дар назди вокзали роҳи оҳани Бишкек ҷамъ шуда то бинои парлумони Қирғизистон дар маркази шаҳр раҳпаймоӣ карданд. Тамара Валиев, раиси комиссиони шикоят ба расонаҳо гуфт, вакилони парлумоне ки пешниҳоди озодии баёнро мекунанд бояд мандати вакилиашонро супоранд. сипос аз ҳамроҳӣ бинандаи азиз. хабарҳои бештар бо аксу видеоҳоро дар сомонаи мо ва дар сафҳаҳои радиои озодӣ дар фейсбуку инстаграм, телеграм ва твиттер пайдо кунед. худо нигаҳдор.